یعنی طول روز تمرکز این فکر ما بر نداشته های ما هست، طول روز تمرکز این فکر ما روی کمبودهای ماست. انقدر این فکر روی اینا تمرکز میکنه که از داشته های زندگی نمیتونیم لذت ببریم. این فکر غلط باعث شده که ما خود رو بدبخترین آدم روی زمین بفهمیم، از هر چی هم که داریم لذت نبریم. ولی اگر خودمون فکر خودمون رو مدیریت کنیم، اسلام هم همین رو میخواد که تو هر نعمتی که الله تعالی داده، نعمت کوچک، نعمت بزرگ، میری داخل خانه، بچه میاد دور بر تو، بچه رو به آغوش بگیر، بعد بگو الله این نعمت تو. خانه ما سرسبز و شاداب شده با همین بچه، الله شکرت، نعمت فرزند به من دادی، فرزند سالم به من دادی، الله سقفی رو سر ما هست، بی منت، تو همین داریم زندگی میکنه، آلونکی، خانه کوچکی، هر چی هست، الله شکر تو.